خیلی زیاد مشکل داشتن، همیشه مشکل داشتن و شاید درست نیست من اینو بگم، ولی من حتی فکر میکنم که شاید هیچ وقت منو نبخشن، به خاطر اینکه همیشه اون دختری که ایدئال بود، چه توی ذهن بابام، حالا چه توی ذهن مامانم، چه حالا بقیه افراد خانواده، اون دختری بود که کار کارمندی پرستاری رو داره، میره بیمارستان، یه حقوق ثابتی داره که خیلی هم راضیه بهش، بیمه داره. اون دختر توی ذهن خانواده من ایدئال بودن. ولی من رسیدم به یه جایی که همه چیزم میشه گفت از سال آخر دانشگاهم شروع شد که فهمیدم من 4 سال زندگیمو خب حالا بیمارستان رفتم، پرستاری رو کامل یاد گرفتم، آماده اینم که شروع به کار کنم و اونجا بود که بین یه دوراهی فهمیدم که بعد 2 تا راهو انتخاب کنم، یا فدا کردن خودم، آرزوهام و هر چیزی که دوستش داشتم، مثل مهاجرت، مثل خریدن چیزایی که دوست داشتم، مثل خیلی چیزایی که الان دارم، تیم عزیزی که الان دارم و کنارم هست. دیدم یا باید همه اینا رو بیخیال بشم، یا اینکه باید بیخیال اون تصویری بشم که توی ذهن خانواده است که خب برای من خیلی سخت بود و مطمئنم برای هر کسی دیگه هم که شاید یه چنین تصمیمی توی زندگیش گرفته خیلی سخت باشه. ولی من الان خوشحالم که اتفاقات خوبی برام افتاده، تجربه های خیلی خوبی رو کسب کردم، ولی خب از طرفی هم ناراحتم که چرا اون تصویر ایدئال خانواده‌ام نشده. شاید هم اونا الان با این وضعیت خیلی بیشتر به من افتخار کنن، مخصوصا سر حالا قضایایی که من تونستم مهاجرت کنم و ثبت شرکت انجام بدم. شاید کسی نمیدونه اما من مطمئنم که ته ذهنشون یه چیزی بهشون میگه که اون تصویری که بیمه داشت، یه کار دولتی داشت، یه دختر سربراهی بود، اصلا پیج نداشت، اصلا اینستا نداشت رو گوشیش، اون دختر براشون ایدئال تر. نمیدونم، شاید